آیا تا به حال احساس کرده این که با توجه به رزومه کاری خیلی قوی که دارین، مدرک دانشگاهی معتبر و سابقه کاریتون باز هم نمیتونید شغل مورد نظر خودتون رو در عرصه بین‌المللی پیدا کنید؟ این سوال براتون مطرح میشه که خب مشکل من کجاست؟ آیا نقطه ضعفی توی رزومه کاری من وجود داره؟ خیر، ببینید بسیاری از شرکت هایی که در شبکه جهانی مطرح هستن، معتبر هستن، حتما در اپلیکیشن فرم هاشون گزینه‌ای دارند به نام اسکیل یا مهارت که اون گزینه رو به جزئیات بررسی می‌کند و حتما سوال بعدی که مطرح می‌کنند به این شکل هست که آیا شما در خصوص این مهارت سرتیفیکیت معتبری هم دارید یا خیر؟ پس وقتی شما این گزینه رو انتخاب نمی کنید و ازش میگذرید، بله، همون نقطه ضعفی که شما دنبالش هستید همین گزینه است. چرا؟ چون اون شرکت‌های معتبر براشون خیلی اهمیت داره که شما مدرک دانشگاهیتون، سابقه کاریتون و آنچه که در رزومتون ارائه دادید همراه با کسب مهارت، همراه با داشتن سرتیفیکیت معتبره. در نتیجه داشتن سرتیفیکیت معتبر همراه با مهارت و مدرک دانشگاهی شما میتونه این فرصت رو به شما بده که رزومه قوی تری ارائه بدید به شرکت هایی که معتبر هستن، به شرکت هایی که در عرصه جهانی مطرح هستن. پس شما باید اون سرتیفیکیت رو کسب کنید، اون سرتیفیکیت رو اضافه کنید به رزومه کاری خودتون. لذا شرکت STL گلوبال در این راستا با توجه به زمینه فعالیت کاری خودش و بر اساس نیاز و مهارت شما دوره‌هایی رو طراحی کرده، دوره‌های آموزشی رو طراحی کرده که این دوره‌ها به صورت رایگان هست، اما بعد از گذراندن امتحانی که بعد از اتمام دوره آموزشی شما سرتیفیکیت گلد شرکت STL گلوبال به شما اعطا میشه. ممکنه برای شما این سوال مطرح بشه که من چرا باید این سرتیفیکیت رو از شرکت STL گلوبال دریافت کنم؟ جواب ما برای این سوال شما به این شکله که شما دارید سرتیفیکیت شرکت معتبر امریکایی رو دریافت می‌کنید که در عرصه بین‌الملل بسیار مطرحه و در حال حاضر این سرویس جدید ما سرویسیه که به دیگر سرویس های شرکت STL گلوبال اضافه شده. حالا براتون این سوال پیش میاد که اون سرویس های دیگه چی میتونه باشه؟ در خصوص ویزاهای توریستی، ویزاهای توریستی امریکا، ویزاهای جاب آفر EB3، ویزاهای سرمایه‌گذاری E2 و EB5 و سایر سرویس ها هست که این سرویس جدید ما که سرتیفیکیت آموزشی ما هست به تازگی به لیست سرویس های شرکت STL گلوبال اضافه شده. حالا بعد از اینکه شما این تصمیم رو گرفتید که بله من سرتیفیکیت معتبری تصمیم گرفتم که دریافت کنم و به رزومه کاریم این سرتیفیکیتم اضافه کنم، حالا باید چیکار کنم؟ از کجا باید شروع کنم؟ که شما میبایست که ابتدا بدونید که کدوم یکی از دوره‌های آموزشی ما همسو با مهارتیه که شما دارید، همسو با دانشیه که شما دارید. باید مراجعه بفرمایید به سایت ما، دوره‌های آموزشی ما رو که هر دوره به تفکیک توضیح داده شده رو مطالعه بفرمایید، انتخاب بفرمایید. بعضی از عزیزان 2 تا 3 دوره رو انتخاب میکنن، بعضیا نه تمایل دارن که 1 دوره رو انتخاب کنن. شما میبایست که اپلیکیشن فرم ما رو با دقت پر بفرمایید. دوره ها رو انتخاب کردید، اضافه میشه به لیست درخواست‌های دورتون. همه اینا به صورت آنلاینه. شما اپلیکیشن فرم رو پر کردید، هزینه رو پرداخت میکنید. بعد که هزینه پرداخت شد به صورت اتوماتیک هزینه‌تون، پرداختیتون و اپلیکیشن فرمتون سابمیت میشه. پکیج آموزشی شما براتون ارسال میشه. پکیج آموزشی رو مطالعه میفرمایید. روز امتحان اعلام میشه بهتون. امتحان کاملا آنلاینه اما با زمان بندی. امتحان رو شرکت میکنید. نگران نباشید، 3 تا فرصت دارید که میتونید که این امتحان رو پس کنید. بعد از پس کردن امتحانتون سرتیفیکیت شما، هم سرتیفیکیت طلایی که گفتم خدمتتون، به شما اعطا میشه. هم سرتیفیکیت به صورت فیزیکی و هم به صورت دیجیتال، هر دو نسخه برای
برای شما قابل دسترس هست. شما میتونید با مطالعه در وبسایت ما دوره‌های ما رو با جزئیات خیلی قابل درک برای تمام عزیزان مشاهده بفرمایید. اما باز اگر سوالی براتون مطرح شد، هم میتونید به صورت حضوری و هم به صورت آنلاین از کارشناسان ما اطلاعات مورد نیاز خودتون رو کسب بفرمایید. کاملا رایگان هستش. دوره‌ها به صورت کاملا رایگان در اختیار شما گذاشته میشه و هزینه‌ای که از شما عزیزان دریافت میشه صرفاً بابت سرتیفیکیت گلد شرکت STL گلوباله. یعنی شما بابت پکیج‌های آموزشی ما هیچ گونه هزینه‌ای پرداخت نمی‌کنید. در این سفر به ما بپیوندید تا پتانسیل خود را تقویت کرده و راه را برای یک شغل موفق هموار کنید. با گواهینامه STL گلوبال جایگاه خود را ارتقا دهید و داستان موفقیت خود را دوباره تعریف کنید. به ما بپیوندید تا پتانسیل کامل خود را کشف کنید و از فرصت‌های بی‌حد و حصری که در انتظار شماست استفاده کنید.